سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به این ویدیو. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب میکنین، زنگوله گوشه هم بزن تا زمانی که ویدیو میذاریم با خبر بشید. دوستان عزیز، تا این ویدیو زرا کمه، شرمنده‌تونم به خداوند، با گوشی دارم ویدیو ضبط میکنم و هرچی حمایتاتون بیشتر بشه تا این ویدیو بیشتر بشه. بریم سراغ ویدیو. قسمت گذشته دیدین که شاگرد یاکیو موگانگ رفت دنبال گیاه جاودانه. هر کی دورو بره منه همه احمقه و شاگردش میگفت که ای خدا چرا این پیرمرده نمیمیره، ما از دستش راحت بشیم. و در ادامه داستان خب منم همونطوریم. فرشته مرگ میاد بالا سرش میگه یاکیو موگانگ، جهان زیرین اولین ندایشوی فرستاده شده. من واقعا زمان زیادی ندارم، شاید باید چشمامو ببندم و خشممو فروکش کنم. شاگردم از کوهستان برگشته؟ استاد شمشیری چیان لینگ. اونه که گشتن دنبال گیاه جاودانه رو ول کنی، اونم زمانی که من میمیرم؟ اقل تونستم کسی که به نظر وفادار میاد رو ببینم. استاد این گیاه جاودانه تونستم پیداش کنم. چی؟ تونستی پیداش کنی؟ این که خیلی خوبه، برام بیارش. خواهش میکنم استاد این گیاه رو زودتر بخورش. واقعا گیاه جاودانه وجود داره؟ بگو ببینن من قرار زندگی کنم. استاد عجله کن، کثیفه. حداقل کثیفیاشو تمیز کن. استاد نمیخوریش؟ باید این گیاه را بخوری. ای خدای من یکی کمک کنه، من دارم خفه میشم. این مرگ بالای سرش استاده. یه شاگردی از خدا بیخبر داره که گیاه سالم رو میچپونه تو حلق استادش هم سریع توف میکنه بیرون. من خودم بهتون میخورونم استاد. هنی استادشو باز میکنه، اونم داره نزدیک خفه بشه. آب این گیاه جاودانه میرزه تو دهنش. شاگردایی که مخالفش هستن اونها همه میدونن، میگه لعنتی جلوشو بگیر که این آب اون گیاهو بهش نده که اون دوباره حالش خوب شه. استادش از اون بر میگه همین الان ولش کنین. میگه آیا این خیلی بده، میخوام یه 2 روز بیشتر زندگی کنم؟ نه صبر کن، هنوز نخوردش، هنوز قرتش ندادم. یاکیو موگانگ تو دیگه مردی، الکی تلاش نکن. آب این گیاه رو به زور قرتش میده. میگه الان موضوع اینه که کی برنده میشه. میگه خدا بیامرزه، دیگه اصلا فایده نداره، الکی تلاش نکن، دیگه مرد. دارم حس میکنم که روحم از بدنم خارج میشه. میتونستم زنده بمونم و با جاودانگی برسم، اما دیگه نشد. تموم شد دیگه، برگشت ناپذیره. خنده های شیطانیشو نگاه کنی بار. پولام، عشقم، هوایانگ. روحه گریه میکنه، میگه شبهای میهالود من. همونطوری اشک میریزه و یه دفعه روحش برمیگرده تو بدنش. میگه چه خبره؟ داره روحم برمیگرده تو بدنم؟ کار گیاه جاودانگیه؟ فرشته مرگ میگه این کار گیاه جاودانگیه. موهاشو کم میگیره، میگه موهام، درد میکنه. میگه من مأمور ترمینالم عوضی. اینو فرشته مرگ میگه. موگانگ به اون فرشته میخنده، میگه از دست دادی. من برنده شدم، من قرار زندگی کنم. تا امپراتور لین شیودی نتونست مرگو شکست بده، من تونستم. داری میخنده، لعنتی، نخند. فرشته مرگ میخواست یه کارای انجام بده. خیلی خوب، بذار ببینم کی برنده میشه. یاکیو موگانگ میگه وقتی بحث استقامت باشه هیچ کس به پای من نمیرسه. چشمامو میبندم تا که کارش تموم بشه، حتی 1 ماه هم چشمامو رو باز نمیکنم. فرشته مرگ حرومزاده. صدای چند تا پیری میاد. اسرائیل باید رفته باشه. داره بیدار میشه. جایی که با اون علامتی پیش کلاشون هستن، اونها شمنها هستن. میگه آره شمنها. وایسا ببینم شمنها. اینجا چی کار میکنم؟ تو حالا بیداری؟ تو کی هستی؟ اینجا چه خبره؟ خوش شانسی، حتی آسمان ها هم هوا تو داره. فهمید اسرائیل منو با خودش نمیتونه ببره، بلای سرم آورده. این معنی نداره، ولی بدنم چرا تکان نمیخوره؟ اصلا نمیتونه بدنش تکان بده، کل استخوان‌ها شکسته.
بدنش از درد میلرزه. چرا اینقدر درد میکنه؟ نیست، اینقدر تکان نخور. لعنتی، این که نمیتونم تکان بخورم مشکلی نیست، ولی حس میکنم تمام استخوانم خرد شده و تمام مایچه هام تیکه تیکه شده. هیس چطور میتونه اینقدر مقدس باشی؟ افتادن از روی صخره زمانی که دنبال گیاه برای استاد خودت بودی. خب دوستان عزیز، این ویدیو با پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت و حمایت یادتون نره. چنل هم سابسکرایب کنین. در قسمت های بعدی میبینید چه اتفاقای خفنی برای این ویدیو میفته. حتما قسمت های بعدی رو ببینین. خدا نگهدار.